آیا مولوی صاحب شما هم به می عقیده هستین که چهار مذهب حق میدونید؟ اصلا گپ است که حق یکی می باشه، حق یکی می باشه. من یک موضوع مثال خیلی ساده برات پیش میکنم. مثلا ما بگوییم که خون وضو را میده میکنه و خون وضو را میده نمیکنه. این هر دو جمع شده نمیتونه، به خاطر که متناقض است، میکنه و نمیکنه. یکیش راجع یکیش مرجوع باشه. از او خاطر اینجا حتما یکیش حق است و دیگهش نه حق است. بله بله. البته آلی دیده شود که دلیل از کدامش دلیل داره کدامش نداره. از امو خاطر هیچ گوش شده نمیتونه که آلی ما بگیم که 4 تا حق است. اگر حق است در بعضی مسائل امکان داره، مثلا در تنوع در جایی که عبادت متنوع شده در اونجا امکان داره که هر 4 مذهب حق باشه. مثلا در مورد بلند کردن دستا، اندازه دستا 4 حدیث صحیح ما داریم، تا سینه را، تا شانه را، تا زیر گوشه و تا سر گوشه را. صحیح است؟ اگر از 4 مذهب هر مذهب یکی از امی چیره صورت ها را مورد عمل خود قرار داده باشه، باز گفته میتونیم که هر 4 مذهب چی است؟ حق است. اما ما صورت های داریم که جمع نمیشه، تناقض واقع میشه. وقتی که تناقض واقع میشه در اونجا حق یکی می باشه نه متعدد. از او خاطر عالی برای کسی که پیروی از شخص نکنه بلکه پیروی از حق بکنه، برای از او ضرور است که تلاش بکنه دلیله که آیا کسی که گفته که میده میکنم به طور مثال و کسی که میگه میده نمیکنه دلیل کدامش قوی است. عالی بعد هرگاه دلیل قوی برات پیدا شد دنبال از او برو. و این توصیه خود اماما و علما کلشان همیسته که شما پیروی از چی بکنی؟ حق بکنی، نه از اینکه از شخص بکنی. افسوس است این موضوع بسیار آسان است. یقینا اگر ما از انصاف کار بگیریم و واقعا دنبال حق بگردیم این موضوع بسیار آسان حل میشه. بسیار، یعنی نه تعصب میشه، نه ضد بازی میشه، نه توهین و تعقیر. هر عالم ما که کدام موضوع مسئله را بیان کرده او در جای خود درست است. چرا که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم فرموده که چیست؟ هر مجتهد خطا میشه و به صواب میرسه. اگر به صواب برسه 2 اجر میبره، اگر خطا شود 1 اجر الله برش میده. پس خطا شدن یک مجتهد مفهوم از این نداره که او رفت خلاص شد هلاک شد تباه شد. نه، او نظر به سند و دلیلی که پیش خود داره همو جانب ترجیح داده، در حالی که جانب ترجیح نمی باشه در حقیقت در نفس الامر. چرا؟ به خاطری که برای یک عالم حدیث ضعیف رسیده، به یک عالم حدیث قوی رسیده، اردو تعارض می باشه، یکیش ضعیف گرفته یکیش قوی گرفته. در این صورت دیگه تو باید دنبال چی بکنی؟ همو عالمی که حدیث قوی را ارائه کرده همو گپا بگیری. یعنی چقدر خوب است. ولی اینطور شده نمیتونه که در تمام مسائل هر 4 مذهب چی باشه؟ حق باشه. هیچ شده نمیتونه. خب خلاص مفهومی که من گرفتم اگر در یک مسئله هر 4 مذهب حق باشه و پس به هر 4 رأی عمل میشه و این تنوع در عبادت گفته میشه. در عبادت میگن. و اگر تناقض وجود داشته باشه کسی که حق است او با ترازوی قرآن و سنت طول میشه، شناخته میشه. بله بعد از او شناسایی میشه و با حق عمل میشه. یعنی تو شده نمیتونه که 4 گپ هر 4ش حق باشه. از 4 گپ من یکیش حق است دیگه. بسیار خوب. مولوی محترم ما بس سوالات از پیش ما پرسان میکنم، خدا کنه که باعث آزردگیتون قرار نگیره. ان شاء الله ما بسیار خوش میشیم. الله برای شما اجر بده که ما را موقع دادی و ما را به همچو سوالات وقت میدی به خاطر که ملت ما بدانن که حقیقت امر چطور است. زنده باشیم موسی. لطفاً یک سوال دیگه مولوی از شما دارم که از نمی مثلا اعمالی که اهل مذاهب اهل 4 مذهب، چون پیشتر شما گفتین که ما 4 مذهب قبول داریم و تمام علما و تمام ما از پدرای خود میرشوندیم، اما درسای ابتدایی که الف ب ت س را که در مسجد میخواندیم و مولا بر ما میگفت که 4 مذهب حق است، این بر ما میگفت. پس شما هم میگه گفتین که 4 مذهب حق است و به حقانیت از مسلمین اتفاق دارن، امت مسلمه اتفاق دارن. حال استاد ما میخوایم که شما یک چند عمل اما تو آشکار و واضحی که این در این مذاهب 4 سگانه هست و مذهبی که ما از او پیروی میکنیم، مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مذهب نیست، او اعمالی که پنهان است، مثلا دعای استفتاء است سبحانك اللهم
ایرا ما پیش خود میخوانم، یک کس دیگه پیش خود یک رقم میخوانه، یک کس دیگه رقم میخوانه، با حدیث مختلف عمل میشه. ایرا نمیخوایم، چرا که اگر ما ایرا دعای استفتار هر کدام که بخوانم کسی ما رو نمیبینه که ما چی خواندیم پیش خود. اما اعمالی که دیده میشه با چشم و توجه یک شخص دیگر را جلب میکنه، امیر اگر از مذاهب مختلف یک چند تایش برای ما مثال بتین. مثلا شافعی مذهب آمین به جهر میگه و ما حنفی مذهب آمین خفیه میگیم. بینما قسم اگر چند مسئله برای ما بگوین. بسیار مهربانی کردی، خیلی خوب. اصلا ما که میگیم که 4 مذهب حق است، منظوری ما از این نیست که یعنی پیروی کردن از یک شخص این حق است، نه. اصلا ما پیشتر موضوع را خلاصه کردیم که پیروی از حق است. درست. چیزی که حق باشه، سند دلیل داشته باشه، بعد از او پیروی شه. درست. اینطور نیست که یک شخص التزام بکنی سری خود که در هر موضوع مثلا سخن ازیره یا بگی که کل دین که یک نفر جمع شده. ما در هر موضوع مثلا سخن اینمی عالم قبول دارم از دیگر ندارم. در صورتی که در بعضی مسائل سخن عالم صراحتا مخالف حدیث باشه، مثلا از عالم دیگه درست باشه، این اینجاست، خطا در اینجاست. که ما ملت تا الحال آشنا نشدیم که ما چه قسم بکنیم. حتی و این ما ترسانده شدیم که اگر تو مذهب اله بکنی و قول دیگری را بگیری بعد درست زده شوی. چطور شده میتونه که ما یک مثال براتون میگم از این خاطر که دوستای ما، شنونده های ما یک کمی بصیرت برشان حاصل شود. به طور مثال میگیم، دور نمیریم او این موضوع بسیار مهم موضوع هم است. حتی در وقت شناختن فرض است. از همون خاطر عقیده کلی مردم است که در وقت نماز نخوانی نمازت نمیشه. مثلا اگر دیگر در وقت پیشین بخوانی نماز نمیشه. چقدر خوب. امام ابو حنیفه رحمه الله نظرش است که آخری وقت پیشین بعد از اینکه سایه هر شی دوچند شود غیر از سایه اصلی که در وقت زوال است. این سایه نه، بر علاوه از این هر شی سایش دوچند شود پیشین بیرون میشه، خارج میشه و دیگر داخل میشه. خب لیکن در دیگه مذاهب هم نمیریم، در داخل مذهب امام ابو یوسف و امام محمد رحمهم الله شاگردای اول نمره امام صاحب است و قائل به است که نه، اولی آخری وقت پیشین هرگاه سایه یک شی یک چند شود غیر از سایه اصلی پیشین خلاص میشه و دیگر داخل میشه. پس به طور مثال در این روزها تقریبا 20 دقیقه کم 3 مثلا یک آدم نماز خوند در حالی که سایه از یک چند زیاد شد اما دو چند نشده تالی را. به نزد امام ابو حنیفه رحمه الله نمازش نشد، چرا که نماز به وقت خوند دیگر داخل نشده و خونده. لیکن شاگرداش میگن نشد. درست. مالشی محترم این دیدی که موضوع چقدر مهم موضوع است. لیکن نظر از دو علماست. ولی یک سوال اینجا پیدا میشه که امی امام ابو یوسف و امام محمد رحمهم الله هر دویشان چرا امی قول استاد خود محکم نمیگیره و از قول استاد خود دفاع نمیکنه؟ کدام دلیلی که امام صاحب برای وقت بیان کرده که بعد سایر شد دو چند شوه اما دلیل محکم بگیره و سر از دو استاد باقی بمونه؟ چرا استادشان هم است و تقوا، دیانت، علمیت همه مسائل استاد برای از او معلوم است، از او معلوم است و بعد به هیچ وجه مخالفت نکنه. لیکن سوال است چرا مخالفت کنه؟ بدیهی گپ است که هر کس میگه به خاطر که برای از یاد دلیلی مخالف قوی معلوم شده، دلیل اونجا اضافه است. چطور شده میتونه؟ مثلا در حدیث میاد که دیگر پیغمبر علیه السلام صحابی میگه که ما یک شتر را چی میکردیم؟ ذبح میکردیم، 10 حصه تقسیم میکردیم، باز یعنی ون میکردیم، باز او را پخته میکردیم میخوردیم، باز هم میرفتیم در عوالی مدینه و آفتاب هنوز هم سفید میبود، یعنی به زردیم گرایش پیدا نکرده بود. آیا اگر سایه هر شای دوچند شوه به این سرحد میشه؟ قطعا نمیشه. اینه ببینیم او طرف در حال خیلی شد برای شاگردان معلوم شد، دیدیم که عالم نگیره، پشت عالم نرفتن، پشت حق رفتن، پشت سند رفتن. سوال اصلی اینجا بود که
شما از اینمی مذاهب چهارگانه نمیگیم، چرا که مذهب امام صاحب میگذاریم، دستی مذهب دیگه بعضی سنت های یا مستحباتی که به او عمل میشه و بسیار آشکار است و برای ما جالب است و تا هنوز را ندیدیم. او را اگر بر ما مثال بتونید که یک شما براتون مثال دادم که آمین به جهر گفته میشه. بله اصلا ما سنت هایی که مثلا در مذاهب دیگری هم هست اما در مذهب ما نیست، مثلا مذهب ما نیست. بله. ما در کتب فقه ما ثنا یعنی دعای ثنای دیگری برای ما نگفته، تنها یک سبحانك اللهم را گفته، بالکل حدیثی صحیح ثابت است، ثنا است بالکل، اما پابندی و التزام کردن هم یک دعا ای را لازم دانستن که یک دعا خوانده شد اینا آمده. نه این عملی هست که دیده نمیشه، یک عملی که دیده شود. خیلی خوب. بله عملی که دیده شود مثلا رفع الیدین است. درست. آدم که در رکوع میره بعد دستا را بالا کنه و بعد از اینکه از رکوع بالا میشه. در کدام مذهب است این مولی؟ این در 3 مذهب دیگری است. البته در یک قول امام مالک رحمه الله هم نیست، اما دیگه کلیشون قائل یعنی شافعی مذهب، حنبلی مذهب و مالکی مذهب اونا رفع الیدین میکنن. بله ما رفع الیدین خب مولوی صاحب سوال دیگه است، وقتی که ایجا یک کسی رفع الیدین میکنه چرا برازی گفته چرا از سوال نمیشه که برادر محترم آیا تو شافعی هستی، آیا تو مالکی هستی، آیا تو حنبلی هستی، که مستقیما برازو القاب دیگه داده میشه، مثلا برازو گفته میشه تو وهابی هستی، تو کافر هستی، این چی عملی بود که تو انجام دادی؟ چرا مولوی صاحب شما هم همت رو میگین یا نه؟ الله متعال نکنه، اما خو همیشه فضل الله سبحانه و تعالی مسجد ما خیلی مشهور است در کمپنی و روزهای جمعه الحمدلله از دور جاهای دور مردم میاد، خصوصا ام مردمایی میاد که و به مو مذهب خود خیلی پابند هستند، یعنی امرای ما اعمال ما را انجام نمیده، رفع الیدین نمیکنه، دستار سری سینه بسته نمیکنه. یعنی مولوی صاحب شما خودتون رفع الیدین میکنین؟ ما خودم رفع الیدین میکنم. درست. مولوی صاحب شما به کدام مذهب هستین از این 3 مذهب؟ ما چون پیشتر گفتیم که ما پیرو حق هستیم، پابند به یکی از علما نیستیم، ما فقط دنبال حق میریم. شده میتونه اون حق یک مرتبه قطعی امام ابو حنیفه رحمه الله باشه و یک مرتبه دیگه با کی باشه؟ امام مالک رحمه الله، یک مرتبه دیگه با امام شافعی رحمه الله باشه، یک مرتبه دیگه با احمد ابن حنبل رحمه الله. شده میتونه در 4ش نباشه، بیرون از در 4 باشه. ما دنبال حق میریم. مولوی محترم بسیار یک خب جای تاسف است که در مورد شما ما از بسیاری از دوستا و برادرها ما اینطور شنیده بودم که شما کسی هستین که بر شاگردایتان اینطور تعلیم میدین که فقط در یک موضوعی که دوجه اکثر علما اجماع کرده باشه و شما فقط دنبال اکثریت میرین و از خود نظر ندارین. کلا و حاشا، ای خود جمهوریت است، دنبال اکثریت رفتن. ما ایرا الحمدلله در ترجمه در هر جا رد کردیم، ما دنبال حق میریم ولو که یک نفر عملی کنید، ایج یک نفر هم عملی کنید از این نباشه، فقط حق واضح شود سند داشته باشه، ما دنبال از اون میریم. ما اینطور نیستیم که بگیم نه اکثریت است یا علما سرش جمع شده، به چی نداریم. منظوری ما است که هر جای یک موضوع مسئله دلیل داشته باشه ما امور عملی میکنیم. خو موضوع سابق مان که تو گفتی که یک عملی آشکارا مثلا سنت هایی که به دیگه هست و ما عملی نمی کنیم، مثلا تعدد دعاها در نمازهای فرض، در رکوع، در سجده. البته در رکوع در حدیث مرفوع یک دعا را پیغمبر تکراری خوانده، اما در سجده اختیار داده که هر نوع دعا را آدم جمع بکنه. مثلا ما محروم هستیم از او. یا دیگه وتر پیغمبر علیه السلام با کیفیت مختلف خوانده، چیزی هسته که عملی دیده شده، 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت. اینالی ما فقط التزام از چند کردیم؟ از 3 رکعت، اونم به یک شکل که در حدیث مرفوع ممی شکل وجود نداره. در حدیث مرفوع دیگه ما امیر التزام کردیم، در حالی که پیغمبر علیه السلام به اشکال مختلف خوانده. از او خاطر ما تلاش میکنیم که عملکردهای پیغمبر علیه السلام با اندازه وسع توان خود عملی بکنیم.